ببینید میزان آب مصرفی از نظر علمی اون چیزی که پزشکان غربی میگن بین 30 تا 33 سی سی به ازای هر کیلوگرم وزن بدنه. ولی آیوربدا چی میگه؟ طب سنتی خودمون چی میگه؟ اصلا طبای سنتی چی میگن؟ طب سنتی میگه آب خوردن زورکی نیست که. ببین بدنت چقدر میطلبه. ولی آیوربدا این رو هم میگه که وقتی تبایع به هم میخورن تمایلات از تعادل خارج میشن. یه عده‌ای هستن که کلا آب نمیخوره. کلا اصلا من اینجوری بودم و سالها اینطوری بودم. از صبح تا 10 شب 11 شب اینا در طول روز آب نمیخوردن. اوکی هم بودم. گفتم من که مشکلی ندارم که. ولی شما تا یه سنی مشکل ندارین. میزان آب بدن هر چی سن میره بالا کمتر میشه. نوزاد انسان 85% بدنش آبه. در اوج جوانی 20 سالگی ماکسیمم سن رشد دیگه 85% نیست. 72%. وقتی که شما به 50 سالگی میرسید میان سالی از 50 تا 70 میان سالیه میزان آب از 72 میاد رو 55%. بدن چروک میشه، چین و چروکا زیاد میشن، بدن جمع میشه، آب کم میشه، بدن خشک میشه. از 70 که میره بالا از 55% هم میاد پایین‌تر. پس همیشه میزان آب در بدن ما یکسان نیست. اون 70 یا 72% مال یه سن خاصیه. اون میانگینه. مرد جوان سالم 72%. چون در خانم ها میزان آب فرق داره. میزان چربی آب در خانم ها و آقایون یکسان نیست و همچنین میزان عضله. و اینکه بنابراین این فرق داره. ولی اونا میگن اگر تبایعت متعادل باشه تو دائم نیاز به آب داری. آخه تو چه جوری آب نمیخوری کلا؟